دوستان چینی ما هم اعتقاد دارن که ایران بعد از جنگ متفاوت از ایران قبل از جنگ هست و یک ارتقاء وضعیت بین‌المللی پیدا کرده، توانمندی‌های خودش رو و اقتدار خودش رو به اثبات رسونده. بنابراین دوره جدیدی از همکاری‌های بین ایران و کشورهای دیگه در پیش است. بررسی آخرین روند دیپلماتیک و تلاش‌ها و ابتکارات جاری برای پایان دادن به جنگ تحمیلی علیه ایران، از جمله روند گفتگوها با میانجیگری پاکستان، محور دیگر این دیدار بود. همه مسائل فعلی رو مرور کردیم، مسائل مربوط به جنگ و نحوه خاتمه جنگ، بحث مذاکراتی که جریان داره الان و بحث‌های مربوط به برنامه هسته ایران، برنامه صلح‌آمیز هسته ایران، بحث‌های مربوط به تحریم‌ها و همه مسائل فیما بین. بحث تنگه هرمز یکی از بحث‌های جدی ما بود و لزوم به رعایت حقوق جمهوری اسلامی ایران و همه دیدگاه‌هایی که وجود داره بحث شد.